سلام بر شما عزیزانم، امیدوارم که همتون حالتون عالی باشه. سری فایل های زنجیره مولانا و قانون جذب رو شروع کردیم. اشعاری که در زمینه قانون جذب هست همه رو در اونجا در این فایل های زنجیروار گفتیم. قسمت اولش رو براتون تو یوتیوب قرار داده شده، لینکش رو براتون میذارم. بسیار دلانگیزه، بسیار آموزنده است و شما میتونید در زندگی روزمرتون از اونها استفاده کنید. حتما نگاه بکنید. یک توضیح خیلی کوتاه بدم در خصوص فایل اولی که براتون گذاشتم. یکی از اشعاری که در زمینه زمان حال هست برای خیام هست. به اشتباه در اون فایل مولانا گفته شده، ولی من اونجا اشاره کردم که برای خیام هست. برشک مضمونش مهمه که اون به درد ما بخوره و خیلی اینکه حالا خیام و مولانا باشه فرقی نمیکنه. خوب و خوش باشید.